از یونین خود چخته. همین حالا نماز جنازه خوانده شد. قمچی کولبایف را برای آخرت گسیل میکنیم. یکی از رهبران عالم جنایی قمچی کولبایف را 5 اکتبر در ولایت استقلال به خاک سپاریدند. جسد او را شب از سردگاه بیشکک آوردند. در نزد خانه‌اش در چالپاناتا آدم زیاد جمع شد. به گفته شاهدان برای ویدا با کولبایف بیش از 5000 نفر جمع آمد. این نوارها را شاهدان در نزد قهوه‌خانه بلاندر پب شهر بیشکک ثبت کردند. خیلی زود معلوم شد که در این مکان مربوط به صاحب نفوذ عالم جنایی کولبایف از طرف کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان عملیات مخصوص بازداشت او انجام شده است. بنا را نیروهای ویژه امنیتی محاصره کردند و در نزدیکی آن ماشین‌های یاری تعجیلی نوبتدار بودند. روزنامه‌نگاران در تعجب ماندند وقتی به جای حادثه دادستان کل قرمانگل زولوشف و وزیر تندرستی علیم قادر بیشن علیف آمدند. در شبکه‌های اجتماعی این خبر پهن شد که در بیشکک قمچی کولبایف کشته شده است. این معلومات را نزدیک شام کمیته امنیتی قرقیزستان تصدیق کرد. 4 اکتبر سال 2023 در جریان عملیات کوفتکوبی جنایتی مکان قمچی کولبایف در طرفخانه بلوندر پاب در کوچه ابراهیموف معلوم شد. در اینجا او به طلب قانونی کارکنان کمیته دولتی امنیتی ملی اعتبار نداده با استفاده از یاروق آتشفشان مقاومت مسلحانه نشان داد. در پاسخ به این عملهای جنایی کولبایف که به حیات و سلامتی کارمندان مقامات خطر داشت، نیروهای ویژه برای کشتن او آتش جوابی کشیدند. تا آن وقتی که مقامات رسما کشته شدن سرور عالم جنایی را تصدیق کردند، وکیل او سرگئی منوکیان اظهار داشت که کولبایف به احتمال زیاد آتش نکشیده است. عادتا کسی تیر می اندازد که سلاح داشته باشد. در گمان است که او در دستش سلاح داشت، نباید به او تیر می انداختند. البته اگر این امر نبود. از بین بردن قمچی کولبایف که در دایره‌های جنایی یک آدم دخل‌ناپذیر شمرده میشد، در جامعه قرقیزستان واکنش‌های مختلفی را به بار آورد. برخی از حامیان حقوق بشر این عمل نیروهای امنیتی را کشتار غیر دادگاهی خواندند. ما کی دولتی حقوق بنیاد میشویم؟ نخود او را زنده دستگیر کردن و به جوابگری کشیدن امکان نداشت. این قتل خودسرانه است. شما از گروه جنایی یگان فرق ندارید. معاون پیشین رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان ارتور مدیدبکوف به این عقیده حامیان حقوق قطعاً ضد است. به نظر او نظامیانی که این عملیات را گذراندند همه کار را از روی ترتیب و قانون انجام دادند. کریمینال میر زدرگنول. من فکر میکنم عالم جنایی به لرزه آمد. آنها همیشه فکر میکردند که مقامات قدرتی هیچگاه با استفاده از سلاح نسبت به آنها چنین سختگیرانه عمل نمیکنند. شاید وقتی آن رسیده است که نسبت به جنایتکاران سختگیرانه و قطعی عمل کنیم، زیرا دنیای جنایی در وقتهای اخیر از خود رفته است. قمچی کولبایف در دایره‌های جنایی بیشتر با نام کالیا قرقیز معروف بود. او را در حدود دولت‌های اتحادیه شوروی یکی از بانفوذترین شخصان عالم جنایی یا دزد قانونی می‌شمردند. در قرقیزستان او را چندین بار برای کشتار، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت کردند، اما هر وقت یا زود رها می‌شد یا پیش از ادای جزا او را رها می‌کردند. دبیر سابق شورای امنیتی قرقیزستان تاکید کرد که کولبایف نه تنها در عالم جنایی بلکه در اداره‌های دولتی هم نفوذ داشت. بسیار وکیلان پارلمان خودشان با رهبران عالم جنایی دوستی دارند و در این باره لاف میزنند. آنها را به توی دعوت میکردند و با خرسندی پیشواز میگرفتند. این را هم میدانند. ما وقتی درباره تاثیر عالم جنایی به سیاست حرف میزنیم، من الکی گفتم که آنها همیشه در انتخابات ها شرکت میکردند. وکیلان پارلمان هم با دستگیری آنها عضو پارلمان میشدند. اگر قمچی کولبایف در رویخط وزارت کارهای داخلی همچون رهبر گروه جنایی بود، پس ایالات متحده آمریکا او را بر رویخط سیاه وارد کرده یکی از 10 قاچاقچی اساسی مواد مخدر در قلمرو شوروی سابق می‌شناخت. 2 سال پیش دپارتمان دولتی آمریکا برای معلومات درباره قمچی کولبایف $5 میلیون جایزه تعیین کرده بود. به گفته مقامات آمریکایی، گروه سازمان یافته جنایی کولبایف یک بخش سازمان بین‌المللی جنایی دوره دوستان یا براتسکی کروگ است.